مادر یک قصه عجیب هم می‌نویسه صاحب کتاب. روز یک مادری میگه چشم بینا نداشت، چشمش کور بود. هر بار فرزندش آغوش میکرد، فرزندش میگه مادر مرا آغوش نکن، من شرم میدارم از چشم کوریت. مادر بیچاره زار و نال. خب فرزند زن گرفت جدا شد. مادرش شب مون که این کوچه آمده اول نیو، وقتی من خبرگیری میایی نگو که مادری من هستی که من از چشم کوریت شرم میگیرم. مادر فهمید که فرزندش فرزنددار شده است. روز آمد نبیرش آغوش میکرد، باز همین فرزند به سیاست گفت مادر من تو را گفته بودم نیو، فرزندی مرا آغوش نکن، من شرم میکنم. مادر رفتن 7 روز بیمار. گفتن مادر بیمار است، یک بار خبر بگیر، نرفت خبر بگیری و مادر از دنیا گذشت. خبر جنازه هم نآمد. گفتن مادر وصیت نامه نوشته. میگه گمان کردم شاید خیلی پول زیاد وصیت نامه باشه. آمدم در مکتوب نوشتگی بچم یک سیری است که پنهانی است، من به کسی نگفتم. همین تو روز کودک بودی قلم در دستت بود، در چشم من تو زده بودی و چشم مرا کور کردی، لیکن باری من تو در حیات نگفتم که بچم ناراحت نشوی. وقتی مادر و پدر پیر میشود دیگر سخنشون نمیفهمی. مادری پیر میگه فرزند نصیحت کرد بچم بیشی، این روز من پیر شدم، من گپ میزنم خطی تو بعضی کلمه های مرا نمیفهمی، ناراحت نشو بچم. زیرا زمانی با تو هم گپ میزدی هیچ کس نمیفهمید، من میفهمیدم. این روز من افقاد میخرم، لباسام چرکین میکنم، مرا جنجال نکن. زیرا زمانی با تو هم لباسات افلاس میکردی، من میشوشتم و تازه میکردم. بچم این روز مرا گشته نمیتونم، ای دستی مرا کشیده نبر. زیرا زمانی با تو هم راه گشته نمیتونستی، من این قامت بلند خم میکردم و دستای تو را میگرفتم و آغوش میکردم. و این روز مرا در بستر مرگ دیدی. بچم برای مرگ من گریه نکن، زیرا روز مرگ بالای تو هم میآید. ببین. و مادر میگه نالیشش دردش زیاد شد. فرزند به سیاست آمد گفت نمیشه مادر آواز تپس کنی، تو نالیش داری مرا خواب نمیبره، کلین تا خواب نمیبره، نبیرات تا خواب نمیبره. مادر ایزار گفتن میلش. لحظه و ساعت ها صدای مادر خاموش. فرزند به راحت خواب رفتن و سحر خیستن مادر از دنیا گذشته. فرزند سر منزل قبرستان آمدن. اویلش مکتوب دادن که مردک جان امشب مادر پیش از وفات برای شما مکتوب نوشتن و در مکتوب چه کلمه های عجیب نوشتن. بچه جان تا این روز من هر دعا و هر خواهش از خدا کردم، برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که دیگه طاقت شنیدن آوازی من نداری. امشب آخران خواهشم از خدا، همیشه هم برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جانی مرا بگیره که تو آرام خوابی، من دیگه تو را ناراحت نکنم. پدر و مادر برای مرگ خود راضی‌اند، اما برای ناراحت شدن من و شما راضی نیستند برادر.